شیخ الاسلام ابن تیمیه ماشاءالله بسیار عالم بزرگ است. اینقدر علم الله برش داده، قرآن سنت، فهم صحابه، تابعین، تبع تابعین، مجتهدین، فکر میکنی که کل علوم اسلام در خود جمع کرده بود. به می خاطر شیخ الاسلام میگن ابن تیمیه رحمه الله. اما ما مقلد از این هم نیستیم. خب بعضی میگن امام به شما همی است. توبه. ما گپایی که هر عالم، هر مجتهد احترام داریم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار دوستش داریم، امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام سفیان ثوری و اوزاعی و تمام ائمه مجتهدین، حتی علمای فعلی را که علم داره کل از یارا ما خوش داریم، کل از یارا احترام داریم. اما هر عالمی که گپشان مطابق قرآن و سنت باشه. الله بر ما اینقدر علم داده که تفکیک کنیم که گپی کی مطابق قرآن و سنت است، گپی کی نیست. و کل ائمه مجتهدین میگفت که زمانی که گپای ما مطابق قرآن حدیث بود با واجب عمل کنید، اگر نبود ترکش کنید. ما بشر هستیم، ما مجتهد هستیم، ما معصوم نیستیم، خطا میکنیم.